من یه سوالی که داشتم این بودش که یکی این که خب تفاوت غرور و عزت نفس رو من میخواستم که بدونم، یعنی کجا این چیز برام پیش میاد که داریم مغرورانه خودخواه رفتار میکنیم یا اینکه نه داریم با عزت نفس رفتار میکنیم. یکی تفاوت این دوتا رو و یکی چطور ترس باعث ایجاد غرور میشه، این رو من میخواستم بدونم. خیلی ممنون، متشکرم. محمود جان، ما در تنفس راجع به این چند کلمه صحبت کردیم، شما اگه موافقید 2 کلمه صحبت کنید. خواهش میکنم. بله، عرض کردم خدمتتون در بحث تفاوت بین غرور و عزت نفس، همونجور که عرض کردم از نظر من میتونن هر دوتا یک مفهوم و معنا داشته باشن، ولی با 2 منشأ کاملا متفاوت، ریشه متفاوت، و در هر دو یک آن چیزی که در فارسی میگیم طرف منم میکنه وجود داره که شاید این منم بعد منفی داشته باشه برای در واقع شنونده و بیننده که خب این خصلت خوبی نیست. ولی در غرور این منم در واقع ناشی از جهل هست، ناشی از این هست که طرف خودش رو فرد ثروتمندتر یا داناتری میدونه و ناشی از همون ترس هایی که مبادا اینها رو از دست بده. ولی در عزت نفس همونجور که عرض کردم اون عرض اندام و اون منمی که طرف میکنه به خاطر عزت نفسی که داره ناشی از بی‌نیازی است. آن چیزی که دراویش در واقع مشرق زمین خیلی بهش میبالند که بی‌نیازی یکی از ویژگی‌های بزرگ افرادی هست که به خدای خودشون نزدیکتر هستن. در نتیجه اون بی‌نیازی هم منشأش عشقه، بنابراین میتونه بسیار زیبا باشه و بعد منفی برای اون فردی که دارای این ویژگی و خصلت هست نداشته باشه. خیلی ممنون. بحث خیلی مهم و خوبی هست، چون که برای آشنا شدن به این مطالب این بحثا باید انجام بشه. و نکته‌ای که من میخواستم بگم اینه که هر چیزی که من میگم بر اساس درک خود من هست از این کتاب. هیچ کدوم از اینها رو من نگفتم اول و مال من نیست، در این کتاب هست، موجوده، به زبانهای مختلف هم داره ترجمه میشه، 50 سالم هست پیشم چاپ شده این کتاب. و چیزی که من میگم اساس درک و من تا اونجایی که بهش رسیدم، و دلیل نمیشه که حرف آخر باشه یا حرف کاملا صحیح باشه، ولی تا اونجایی که من درک میکنم صحبت میکنم و این در همه این مباحث و جلسه ها صدق میکنه و من سعی میکنم تا اونجایی که میتونم به کتاب نزدیک باشم و استنباط من هست که بیان میکنم و مسلما در نسل‌های آینده باز بیشتر متوجه میشن، بهتر متوجه میشن، عمیق‌تر در اینها فرو میرن و روشن‌تر میشه و اون ذهن پاکیزه‌تر میشه و دید و بینش‌ها روشن‌تر میشه. در مورد ترس و تکبر و غرور، بله، اگه من یک بار دیگه فقط بخوام تکرار کنم اینه که بله، همون منمی که محمود جانم گفتن کاملا صحیحه. احساس میکنیم که ما اومدیم اینجا که وجود خودمون رو اثبات کنیم، روی کره زمین به دنیا اومدیم که وجود خودمون رو اثبات کنیم، نشون بدیم که ارزش داریم و ارزش‌های خودمون رو در یک چیزایی میبینیم، یا علم و دانشمونه یا ثروتمونه یا کارهایی که انجام دادیم، کارهای خیر انجام دادیم، حتی در راه حقانیت و عرفان جلو رفتیم یا اگه به خودمون میبالیم. این درس میگه به اینها هیچ احتیاجی نیست. شما کامل هستید، کامل خلق شدید، آفریده شدید، همیشه بودید، همیشه خواهید بود، در خطر نیستید برای که کسی شما رو نمیتونه از بین ببره. شما آفریده مطلق هستی شما رو خلق کرده، کسی اصلا قدرت نداره شما رو از بین ببره. اگه قدرت هیچ کس به قدرت آفریده نمیرسه، اصلا این قدرت ها مجازی به نه هست و قدرت و توانایی اصلی مال آفریننده هست. ما وجود و هستیمون اصلا تحت خطر نیست و در نتیجه جایی برای ترس نیست و
در نتیجه جایی برای دفاع از خودمون نیست. اصلا ما لازم نیست از خودمون دفاع کنیم یا خودمون رو بخوایم نشون کنیم، بدیم یا ثابت کنیم. خیلی ممنون از این جلسه امروز که روز اول بود. من خیلی خوشحالم، عالی بود و از همکاری و شرکت شما بسیار ممنونم. ممنون از شما با این یات عالیتون که ساعتها آدم رو به فکر میبره. من خیلی ممنونم، بسیار جلسه پربار و خوبی بود، خیلی لذت بردیم و امیدوارم که سعادتی باشه که بیشتر از محضر شما استفاده کنیم. ممنون، قربان شما، شبتون خوش. زنده باشین، شب شما بخیر، خدا نگهدار.